سلام عرض شد امید خان، قربانتون برم من. سلام به روی ماهت امید جان، افتخار دادین که دعوتمون کردین. از صبح تو پوست خودم نمی گنجیدم. خواهش میکنم چوبکاری نفرمایین آقا صفدر. راستی خسرو کجاه؟ والا پیش پای شما فرستادمش نون تازه بگیره، بعد از آنلاین با شما یه جشن بگیریم نیمرو با نون تازه بخوریم، ولی دیر کرده. فکر کنم دوباره رفته دنبال عللی تللی. جوونه دیگه. بله دیگه. خب اسی جان چه خبر از اوضاع احوال؟ خوب هستی؟ والا اگه این حکومتی هم مثل اون 4 ماهی که نظام رئیس جمهور نداشت مردم را به حالت خودشون بذارن، بدک نیستیم. در غیر این صورت ای تو روحت علی خامنه، بازم برق رفت. خدا خودشو، قلشو، مجتباشو، هر 4 تا پسر تباشو لعنت کنه الهی. انشالله. یادم قدیما با قطع و وصل برق صلوات میفرستادن، الان خاندان عظما رو میشمارن گویا. ببینم اونجا هر روز برق میره؟ ای کاش فقط برق بود. برق که میره پمپ قطع میشه، آبم پشتش میره. بالاخره باید یه جوری به قله برسونن کشور رو دیگه امید خان. ولی از حق نگذریم، تنها کشوری که موافق شد با انرژی هسته‌ای برق را قطع کنه ایران قربان. آره والا راست میگی. ببینم مگه کشور ما مشکل کمبود انرژی داره؟ والا پزشکیان گفته بود چون گاز کم داریم مجبوریم مازوت بسوزانیم، برای همینم هوا آلوده میشه. برای اینکه هوا آلوده نشه برقاتون رو قطع میکنیم. نتیجه اینکه الان هم هوا تا مرز خفگی آلوده است، هم برقمون قطع میشه، هم آب. بعضی وقتا اصلا گاز هم نیست. خلاصه اینکه هر چی رو به جلو میریم آخوندا تاریخ اینجا رو دارن رو به عقب میبرن. کم کم داریم میریم به سمت زندگی تو جنگل و غار و استفاده از برگ به جای لباس. بله عجب وضعیه واقعا. ببخشید یک لحظه. بله الان خبر دادم به من که الان به جمع ما تو این برنامه عالیه خانوم صاحب خونه شما هم اضافه شدن که سلام میکنم بهتون. عالیه خانوم خوش اومدین. عالیه خانوم؟ یا خدا به خشکی شانس. امید خان تو رو به جد تصویر ما رو قطع کن، من یه بیمار اورژانسی دارم باید قطع کنم. امید خان رو خط نگهش دار، 4 ماه دارم دنبالش میگردم. بگو اگه قطع کنه میام اونجا از دنیا قطعش میکنم. عالیه خانوم تو رو خدا رحم کنین، برنامه داره زنده پخش میشه. اتفاقا منم زنده شو میخوام. امید خان 4 ماه فراریه، یک قرون اجاره خونه‌شو نداده. هر وقت هم میریم سراغش ها یا میگن مریض شده یا کمرش دیست داره بستریه. این آخرین بارم خسرو گفته بود رفته زیر تریلی، الان تو بیمارستان توی کماست. فقط نمیدونم از کی تا حالا آدما از تو کما میان تو پخش زنده پیک شادی. عالیه خانوم من خودم نیستم، این روحمه، جسمم هنوز تو کماست. خب آقا صفدر راستی چرا شما اجارهشو نمیدی؟ ندارم امید خان، آخه اینجا مشکلات یکی دوتا نیست که. اسی تو یه چیزی بهشون بگو. امید خان اینجا ایرانه قربان، تو زندگی ما مشکلات مثل دستمال کاغذی میمونه، تا یه دونه بای میداری یکی دیگه میزنه بیرون. بی خودی برای من آبگوره نگیرید، من خودم 1000 تا بدبختی و مشکلات دارم. اونقدری که تو کارای من گره هست تو فرش شفقی تبریز نیست. خب حالا عالیه خانم اگه میشه شما یه فرصت دوباره به آقا صفدر بدین تا بتونه اجاره رو یه جوری جور کنه و بده. الان بالاخره دستش تنگه. خدا از بزرگی کمتون نکنه امید خان، الهی خیر ببینی، الهی دست به خاکستر بزنی جواهر بباره. چقدر تو نازنینی. امید خان نمیخوام رو تو زمین بندازم ولی نمیشه، چون این بار میخواستم اجاره رو از صفدر بگیرم بدم برای همیاری سیمای آزادی که ریش عظما تا ته بسوزه. راست میگی عالیه خانوم، چه خوب. یه فکری به ذهنم زد. میگم امید خان تا برنامه‌تون آنلاینه از فرصت استفاده کنم از بیننده هاتون بخوام که لطفاً این اجاره 4 ماه عقب افتاده ما رو تقبل کنن بدن برای سیمای آزادی که هم ثواب داره، هم عالیه خانوم از ما راضی شه، هم سیمای آزادی به عظما سوزونی ادامه میده، هم من یه نفس راحت میکشم. بله خب گمونم درخواستت رو هموطنانمون شنیدن و حتما
این کارو میکنن. اما بگذاریم برای اینکه فضا عوض بشه، اسی جان تو یک خبر خوشحال کننده از تو این گوشیت بخون ببینیم مثل همیشه خبر خوب و داغ چی واسمون داری. والا امید خان، خودت میدونی که خبر خوش خیلی وقت توی این مملکت خوش شده، ولی روزنامه‌هاشو هر روز مینویسن بزرگترین خبر خوشحال کننده سال این بود که واتساپ و گوگل را رفع فیلتر کردیم. بگو لازم نیست رفع فیلتر کنید، فقط رفع زحمت کنید. راست میگه. رفع فیلتر چیه؟ ایران باید رفع آخوند بشه. حالا اینجا رو گوش کن آقا صفدر. سخنگوی پزشکیان گفته ما برای اینکه دل مردم را به دست بیاریم و خوشحالشون کنیم واتساپ را رفع فیلتر کردیم. ای بار پدرت. وای بگو مرسی که واتساپ رو رفع فیلتر کردین. فقط میمونه یه آلودگی هوا و یه دلار 80 تومانی و یه بیبرقی و دزدی و تورم 3 رقمی و جنایت‌های خامنه‌ای و جمع کنید این سیرک قهوه اصلاحات آخوندی رو ملیجکا. اسی تو توییتر رهبر الدنگشون بنویس اگه فیلترینگ رو کلن حذف کنی، حجاب رو اختیاری کنی، تمام زندانیای سیاسی رو آزاد کنی، مطبوعات و رسانه ها آزاد بشن، قیمت کالاهای اساسی و سوخت رو به نرخ 20 سال قبل برگردونی، اون وقت تازه میرسیم به سرخط این که عمری که از جوونا گرفتید و نمیتونید برگردونید. نه، هدف کل نظامه. اینو تو کله پر از پهنت فرو کن آخوند. او از سرسشون برق واز کرده قربان. ولی گل گفتی صفدرخان. خودم میدونم، فکر کنم اجارهشو فراموش کرد. بله خب خیلی ممنونیم از آقا جونینا و جمع باصفاشون و از شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنونیم که توجه کردید به این برنامه و همراه با شما برنامه‌مون رو ادامه میدیم. خدا نگهدارتون آقا جونینا و عالیه خانوم.